زلیخا شد رشک نمیکنه. قصه رنج زلیخا، قصه یوسف کنعان و در ساحل من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را. سلام علیکم اکا جانی بیگ خطیه پای زلیخا با علیکم بر سلام اکا جانی بیگ بهترین حافظ انا. سلام پای زلیخا درباره اکای زفر یگان چی میگفته درست دیگه یگان چی معلومات نداریم درباره اکای زفر. ما را هم برابر شما اینترنت دیدیم زیق شدیم. خداوند شفای کاملشان بده. خدا شکر. زلیخا شد رشک نمیکنه. چی بر رشک کنه؟ ما همراه جانی بیگ هم کسبیم برادریم. بله یعنی برای طرفای ما همین رشک بسیار چیزجور و شکل برای همین در تمام دنیا و صنعتکارا چه همین ازبکستان هم میدی در حقیقت اهلن بعد بسیار همکاری میکنن یا دیگریشون که همین تو کمه. من نمیدونم حساب چی باشه. نام یوزورسفی بچه‌تونه کی ماندگی داداش ایکینوی حضرت یوسف گرفتیم. بهترین نام. چی اومده اسمس اون اومده است؟ با خدا نمیدونم که جایش اجکیدن البته نه همکار کتیرش کردن در کار نیست اکا جون اپا جون. خی همکار تو همکار داره. مثال ما صنعتکاریم ما را باید فهمن. سلام از غریبی اکا جانی بیگ 4 مصرع سرودی غریبی رو زنده خوانید اکا. یگان سرودی غریبی خوانید میگه اکا جانی بیگ. به نزدیکی کلیپ مسافر مبرو آمد کو برای تمام مسافر دیدم به حد خشرو یک سرودی پدر خونده میتونم. من نمیدونم همین سرودی پدرم بسیار همین خواندنش این نخونده میفوره برای می که هستم خیلی سرودو چقدر هم سرودتونات نظم میدین خانه نکنم و ما هم گوش کنیم در قطاری آدمو. سرود یوسف و زلیخا را بسیار زیبا است. سلامت باشین. همین سرودام نغز قبول کردن نه تنها در پاکستان بلکه در افغانستان ازبکستان همه جا در بسیار نغز قبول کردن. ایران دم بسیار دوستا زنگ میزدن میگفتن که اینجا هر جا هست همین سرود با خواندن کو در یک 2 تا ایرانی خوانده زن و مرد. خیلی چنی ما خش رو نخوانده یا نه خیلی خوانده مالی پدر خورشید پدر مهتاب پدر یک اختر نویا. تشکر زیاد. بهترین خیال کردم که فانگرام خوانده استی با میگم این قصدات زنده هم خشروع بهترین وقت راحت کردیم. با فکرم که مخلصا هم بسیار خرسان شدن همه کفکوبی روان کردن در وقت خواندنش مزلا. اپای زلیخا شما برای شهزاد خوانید. بچه با همه ایجا نام دیگه نام دروغ وای نشون خفا نشون. تیم اکو یگان سرودی نغز خون کستاتی روز فروم آنلاین کنسرت میشه و همون در استرانیتسوی ما هست کلیک ستارز همونجا سایت میدروی آنلاین کنسرت پیشرفت با همه یارو دوستا ما سرجمانه همین چیز رو تشکیل کردیم. اصلیشو در اونجا هم برنده هم یکی از تشکیل کننده ها و بسیار یک چیزی گویم چیزی اینترس نمیشه برای که تمامی صنعتکارا زنده میخوانن از من مثلا منم هستم. برای همین گفتم شو مردم دونه برای همین حتما در روی تماشا میکنی. من مثلا در همین خانه یک از در بالکنش ممکن میخونه یک از در برای همین بعد در اونجا هر یک تایمون میتوانیم $1 هم مثلا روان کنیم به همون شوقی پیشرفت الکی تا 300,000 سومون جمع شدگی مثلا در همین کیس از روزی که ما همین چیز تشکیل کردیم با بچه‌ها اونا به هر یک جا رفته همش با اچاتش خیلی گپایی که خیلی میگوین که کاکبوت این چیز میدوزن پول نخود از اینجا از همین خیلی چیزا پول دوزیدن پول خوردن باور کنید این تماما وای پول کشته میپرتود ممکن پیس رو مخوب کرده میپرتود این چیزای تماما حتی فکرتون باید نباشد. این همش برای یاردن به کم بیزوتا میرود. مثلا $1 هم ما اگر همونجا به مثلا میتونستگی ها کدامی که دارد کدامی که ندارد فقط از شما دو تمام
دیگه شما یگان چی طلب نمیکنیم. کدام که دارد زیاد نه، $1 10 سوم مثلا روان کنند، قطره قطره زیاد میشود و ما میتونیم همه ما همدرد، همه ما یک جا بودن خود را نشان دهیم. برای همین در این وقتا باید متحد شویم و باید یک جا همه ما همدرد باشیم با درد یکدیگر. برای همین 24م حتما کنسرت را تماشا کنید مخلصان عزیز. امیدوارم که هر یکی مردمی ما سمیخچون میگذارن، برای که بسیار مردمی وای داریم دلسوز و در امتری روزا باید وای باشیم، دستگیری هم باشیم. امروز همه ما من مثلا دوستا از لندن، از امریکا، از روسیه، از کانادا، در تمام گوشه دنیا جایی که تاجیکا هستن، اونا هم میخوان یک کم ذره بدن، مثلا یگان خیلی یاردمشون رسونن، برای که حوزی چخه همه در خانه هیچ کی برآمده نمیتونه، یگانه همه ایده شات یگان کس در کارتچکا دار میتونه روان کنه، روی کنه. کسی که نداره بعد دعا از شما، یگان پرابلم نیست. بهترین خیلی شرایط شما نقض بوده که با مینوس خوندین، رنگ میگو که جوای کنسر دادین. ما چیکار کنم؟ به موسیقی بخونم؟ میتونی به موسیقی یگان دیگه تلفن نیست در پیشت، مثلا وای در پرتوفته میتونی مینوسوف کتا، ای دیگه تلفن مینوسوف که مونده میتونی خونی. این دفعه حتما همین چیزا رو به نظر میگیریم، یکم برده آدم وای نمیشه، نمیفهم. من نفهمیدم که شما اینقدر شرایط خوب دارین، نگاری مرم هم خیلی میکردم. ما همین کلونکم پاتی میشه بیست روزی در درنی همین نه بهترین. خیلی بیاین ای مخلصات سوال کنیم کدام سرود بخونم، کدام وای آهنگی ما بسیارتر مخلوشانه اومده است. من نمیدونم من چه سلوچای نگون چه جکیدم، برای همین من نمیتونم خونده. نه که بسیار نویسی سنکای جانی بگفته زنده باشین، ما تنش مخای میخونم. رحمت کلام بسیار همین برای سخنهای نیک هر یک شما ده هزار رحمت دوستای عزیز. من ای تلفن نازی نگاه دارم. چیزی زلیخا بچه یک تا سرودی به خودتون معقولش خونید. این به فکرم مخلصای ما خوجنده یگان سرودی معقول دل تخون میگه، بلجوان خون میگه. یوسف از زلیخا را یا اون تاوله که گیرو بلجوان تویانه خون نه بلجوان رو نمیخوریم جب. یگان سرودی آرومتر. مرحمت. یوسف باز زلیخا میگه. خیلی بیا همین سرودی خودمونم میخونم اکه. بله. انا که بخوام گفتم فراموش کردم. حاضر. روزگاران دو عاشق عهد و پیمان بسته بودن، از تمامی اهل عالم هر دوشان دل خسته بودن. پشت دیواری جدایی روزها شام پشتی سر شد، عشقشان از دست غمها سر به صحرا در بدر شد. این سرودی برگ و باد است، از غم و درد زیاد است. آهی غم سوزی خزان است، آتشی در دل نهان است. داستانی اشک شبها، قصه رنج زلیخا، قصه یوسف کنعان در کتاب درد هجران، در کتاب درد هجران. با فکر مست رحمت هزار رحمت کلام همه کلاس مونده است. با فکر معقول شدم. هزار رحمت به همه شما برای دستگیریتون. باور کنین چی بسیار خرسندم که در امی وقتی که افیر کردم اول تا آخر نگاه دارم اس ام اس را. مردم ما بسیار مردم مهربان، همه تعریف دارن، همه رحمت گفته استن. همین چیز بسیار خرسندم. نیست همین روزا معلوم شد به هر یک آدمیزاد که همین بدی یگان فایده نه، فقط خوبی داشتن، دوست داشتن، گپی نیک زدن، این زندگی بینه در یک ثانیه میتونه تمام چیز گم شود. برای همین یگان فکر گپی بعد یگان فایده ندارد. برای همین مردم هم علاقه جوانا هم اینو روز به روز فهمیده ایستادن با کی مثلا باور کنن با کی باور نکنن، گپی کی رو گوش کنن گپی کی رو گوش نکنن. خدا خواهد روز به روز هم مشغول میشد ان شاء الله. این وباهایی هم که پشت سر شد، من فکر میکنم علاقه انسانیت خیلی تغییر مییابد به طرف نه. بله خیر ان شاء الله که با آخر وقتا بسیار مردم مثلا یکدیگر جدا کنی بود، همین بسیار یکدیگر جدا کنی بسیار بود. مثلا همین دوست داریم و فرقش نیست مسلمان و
یهودی و خریستیان و کی نباشد، انسان باشد، انسانای ما باید همش حرمت کنیم، همش دوست داریم. دیپلماتیا باید همیشه باشد، همه کتی باید نقش شویم، خواهیم که پگاه نقش باشد. درست. هم خیلی گپ من بسیار گپ میزنم ده با برای همین نه هم خیلی گفته سای احسان گفته سای سرودی پدر گو اکا جانی بیگ با فکرم خواندم خوب سرودی پدر پریموت کرد. سرودی منیجر خونید یگان سرودی منیجر کدام سرود چه بخونم در این کرانتین زکاس توی ارزان نمیکنه. جانی بیگ میگن در این کرانتین زکاس توی تو نه ارزان کنه. دیدی توی نیست تو خیلی بسیار نرخوی قیمت کتی مثلا همین چیزا بسیار گپ میزنن، فکر نمیکنن که و رسخود باز دوینویتر تمام کلیپ ها، سرودا، سفرها، فرما ها، همه این چیز چقدر پول میرد. با یکی پیکا میبیاد که قرضدار میشی، با قرض چند ماه صاف میکنی. این چیزایی مثلا پشتی پرده هیچ کی نمیدوند. شما که همین صنعتکار با امروزا زورش میرسد با همین گپای میزنن و هر یک صنعتکار قندش زند کدامی که نرخش تونیس خیزونده، کدامی که من نمیدونم یک خیل حافظای دنیا طرفای گلیوود $1,000,000 برای 30 دقیقه برآمدش میگیرن و وقت مهنتش کتی تونستگی کدامی شود و این چیزای گپ زدن در کار نه. این چیزا مهنت کتی شدگی پروستاتک من مثلا نرخم $10,000 شود اگر پروستاتک نمیشد برای مهنت بسیار کردن در قباله کردگی 10 سال رسخود کردگی اخی همین چیزا برای همین کمتر من یک چیزای کامنتاری میخونم یا اون ویدیو تماشا میکنم راستی گپ خنده میگیرد گپوی 20 سال عقب باید این گپوی نزده صحبتش یک همه با هم خیلی یک جوب دکتر پیشش میریتون 10 سوم میگیرد یکی 100 سوم یکی دکتر برای 15 مینوت قطعی یا 10 مینوت گپ زدن $100,000 میگیرد مثلا. این درست از خودش نرخ میموند و نرخ خودش رو خودش میکند. همه خیلی که چه زهر $100 یا $50 گوچی $800 $1,000 ای پشتی چی ای پشتی نامو ای پشتی برند مثلا کچتو حتما. بله درست. اینجا در گفتن که سرودی بهوده خورا بخونه منیجه بعد باز کس کردن که سرودی زلیخا را جانی بیگ بخونه یاری خوشگلم زلیخا مالی اول خونه با ما خرشو بهوده خورم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها به یادی روی تو خون است و دل جان میکنه ایار سنگین قلب من زارم مکن بهر خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را. سلامت باشین. رحمت یاری خوشگلم زلیخا یاری خوش دلم زلیخا عزیزی دلم زلیخا باور نکن که لحظه از تو غافلم زلیخا باور نکن که لحظه از تو غافلم زلیخا تو عشقی اولینی تو عشقی آخرینی تو عشقی اولینی تو عشقی آخرینی خواستنی من زبانی نیست با خون من اجینی خواستنی من زبانی نیست با خون من اجینی از دو چشماش مگو از میمیناش مگو خیره شما فتان شوتر میخونید تو بالاش مگو چقدر دل براش سرگردانه مای مگو با چقدر عاشقی این دیوانه مای مگو. بهترین صداتون خسته نباشه. رحمت کلام که امروز بسیار سخن ما رو در زمین نموندید با ما همراه شدید قطعی مخلصا صحبت کردیم. یک لحظه هم باشه در این وقتهای قینی در این وقتهای غمگینی دل هر یک اینا را
зарраи ҳам шод карда бошем. бисёр хурсандем. мо ҳамеша дар хизмати мухлисомо, лекин чизе ки аз дастомо мекунем дӯстои азиз, ки ҳамин шумо хурсанд бошедон. барои ҳамин ҳамеша саломату сарбаланд бошед. бигзор тезтар ҳамин вабоҳо гум шава, якдигаре бинем айпеш, ки дига уже одамо ёд кардем ҳамара. барое ки дӯст дорам. одам бо одам зинда аст. бале, рост. хай ба фикрам ки хелеам суҳбат кардем, вақти шуморо ҳам намегирем ҷонибекҷон. раҳмат. бо иншоалло ки ягон рӯз тайёрӣ дида эфир мебироем, суруд мехонем. бояд як бор печакӣ гап занем, ягон хел конкурс мекунем масалан. бале, ягон конкурс мекунем барои мухлисон. корокати аку дига як агар як моҳи дига ҳоли агар тӯю хе чизо нашава, аку ба фикри ман шояд баъди 10-15 рӯз, не ки аку фикри мада ҳоли як моҳ мо ахтори ҷамшед навистааст ки хеле суҳбати самимона буд. хай успед накардам давомша бихонам. ба ҳардумон ташаккурӣ гуфтааст ҳама мухлисон дар раҳмат ки бо мо буден. ягон сухани бад надидем. ҳазор раҳмат барои тарбияи ҳар яки шумо. бисёр дили моро ҳам хирсанд карден. ҷонибекҷон шаби хуш дошта бошен. ид муборак. як бор дига модар, падар ҳамада саломи гарм ҷӯшон расонем. кадоми дар ҳамин сайт, кадоми дар тамоми дунё ҳамада фақат саломатӣ, хонаободӣ, тамоми хушҳои зиндагӣ, фақат дига аису пас фақат суруд бошад, ҳама ҷо фақат хурсандӣ бошад. хурсандӣ кунем, ватани мо пеш равад, халқамо бою ба давлат шавад. амин. саломат боши ҷонибекҷон. боше. ҳамаи шуморо мебусам, мардуми ман. худоҳафиз. дӯстатон дорам.